درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و این برنامه با یک نوای خیلی هم زیبا آغاز گردید که از جانب هنرمندان انسامبل فلک فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام یکشریف جورایف پیشنهاد گردید و مهمانان امروزه برنامه ما هنرمندان انسامبل مذکور هستند و همچنین آوازخوان ممتاز جمعه‌خان رسول امروز برای ما ترانه‌های زیبا اجرا خواهند کرد و شاعری بسیار هم زیبا، موفق و نامدار تاجیک، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان رعنای مبارز نیز امروز به برنامه فضا تشریف آوردند و با حضور زیبای خود برنامه ما را باز هم زیباتر خواهند کرد. اگر درود پیام به بیننده تلویزیونی سفینه داره، دستگاه‌های نواربرداری ما اختیار شماست، بفرمایید. به دوستان به ما آشنا سلام، سلام. به هر مکان محبت نوا سلام، سلام. به آفتاب برایم برادری ابدی، به ماهتاب پسی قله ها سلام، سلام. به آنکه حفظ کند صلح را ثنای زیاد، به جمله مردم وحدتگرا سلام، سلام. به هر که گوش کند حرف ما و یا نکند، به کل خلق زمینی خدا سلام، سلام. درود بر شما. تشکر. بسیار یک سلامی گرم و جوشان معلومه گفتند. بار دیگر سلام عرض میکنیم به کل تماشابینان تلویزیون سفینه و مخلصان برنامه فضا. خوش آمدید. تشکر زیاد.
معلم شما یک شعر خیلی زیبا داره در وصف پیراهن تاجیکی، لباس های تاجیکی که امروز هم با یک لباس خیلی زیبای تاجیکانه که گل‌های آفتابی دارد با برنامه ما تشریف آورد. می‌خواستیم همین شعر رو پیشنهاد بیننده ما گردانید. بله، من در این موضوع یعنی در موضوعاتی وابسته به ارزش‌های خیلی مقدس ملی من شعرهای خیلی زیادی دارم و شاید شما درباره شعری که آن رو من افتخار نام گذاشتم و با آن افتخار هم میکنم، زیرا با ارزش‌های پر ارزش ملی خود من افتخار میکنم و گفتم که گلبست و علاچه و چکن دارم من، گلدوزی حسن انجمن دارم من، طاقه چو نوبهار پر نقش و نگار، هم اطلس و ادرسی وطن دارم من، زیبنده تن بود لباس ملی، زیبنده زن بود لباس ملی، هرگز نکنم لباس بیگانه به بر، زیبنده من بود لباس ملی، من تاجیکم و غرور ملی دارم، من ننگ و نوای و نور ملی دارم، زیرا که به دل محبتی پاک وطن، زیرا که به سر شعور ملی دارم، فرهنگی نکویی بیگزندم زیباست، تاریخی درازی دلپسندم زیباست، از فخر فزون تاجیکانه بنگر، بالایی پرچمی بلندم زیباست، ای گل وطنم مکان فرهنگ بمان، سرشار هزار گونه آهنگ بمان، یک عمر تو افتخار ملی منی، خوش رنگ بمان، همیشه خوش رنگ بمان. سلامت باشید. شما همیشه خوش رنگ بمانید. سلامت باشید. خسته نباشید. و جمعه خان در آغاز برنامه از جانب هنرمندان انسامبل فلک یک نوای خیلی زیبا پیشنهاد کردید. من می‌خواستم راجع به این نوا بگید که این نوا چه نام دارد؟ چون اینجا تنها با سازهای ملی اجرا کردید و خیلی زیبا هم بود. نوا موج 5 نام دارد و آهنگ از قیمتچای شاه اسکندرف است و با تکمیل نوروز جون برادر عزیز ما که راهبر موسیقی این انسامبل رو برآورده دارم آماده شده است. بهترین بود. و امروز حتما که با یک دستاویز دیگری به برنامه تشریف آوردید. یک شعر از سفر افزوده محزون است، در زندگی تو زنده‌ام و آهنگ از خودم است و حالا میخوام اون سرود را اجرا کنم. بفرمایید. مرحمت. در زندگی تا زنده‌ام، خندان منم گریان منم، بازاری گردان است آن سرسان و سرگردان منم. از آمدی ریسکم گهی نام بر گدایان میدهم، از آمدی ریسکم گهی نام بر گدایان میدهم، از نامدش گاهی دیگر در آرزوی نان منم، از نامدش گاهی دیگر در آرزوی نان منم. گه بشه گه کم میخرم، گه شهد گه غم میخرم، گه بشه گه کم میخرم،
شهد و غم میخرم مفتونی دنیایم گه بزرگه از جان منم آنه کی به یاری کند با دین خوشان یاری کند آنه کی به یاری کند با دین خوشان یاری کند با ننگ غم خاری کند حیران منم در زندگی تا زنده‌ام خندان منم گریان منم بازاری گردان است آن سرسان و سرگردان منم خاموش شو غوغا مکن ای دل زیغم پروا مکن خاموش شو غوغا مکن ای دل زیغم پروا مکن شادی اگر آنسان تویی محزون منم ایسان منم در زندگی تا زنده‌ام خندان منم گریان منم بازاری گردان است آن سرسان و سرگردان منم تشکر زیاد جمعه خان خیلی زیبا بود. شما از کدام سال به انسامبل فلک پیوستید؟ طول 4 سال می شود که در این انسامبل کار فعالیت دارم و در این طول 4 سال بسیار چیزها را از استاد رحمت الله شریف آموختیم. مینداری خودم را به استاد میرسانم و خیلی به ما جوانان دستگیری میکنند. ختم کرده کجا هستید؟ ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان فاکولته موسیقی آموزگاری ختم کردم. ولی و طول چند سال هم به حیث معلم موسیقی هم کار کردم. خب عجیب است وقتی که با مثلا طالب علمان سر کار میگیری با اونایی که از دنیای موسیقی دورتر هستن اصلا مثلا درسای دیگر میخوانن چگونه است از میان اینا استعداد پیدا میشدن؟ البته مردم ما اصلا یه ذوق موسیقی دارن وقتی در وجود همه مردم هست مردم موسیقی دوست. بله وقتی همون طالب علم را فریاد میکردیم با کروژوک و وقتی در درس موسیقی علاقه ایست میکردیم که در همون یک هنر خیلی خوبی است. خود شما انگیزه از کجا بود؟ چگونه راه یافتید به عالم موسیقی؟ یک برادرم ختم کرده دانشکده صنعت بودند و ما هم پیروی هم برادرم رو کرده و اصلا از کودکی بسیار یک ذوق بلند داشتم. خورد بودم برام اسبابو دست میرسوندم. اسبابو از کجا بود؟ در خانه بود البته. از خود کرده تا اون وقتی که به دانشکده آمدید ساز رو اجرا کرده میتونستید؟ بله من اساس اسبابی نه مینوازم. بسیار اسبابو رو از خود کردگی است. بهترین سلامت باشید. چون گفتید که مردمی موسیقی دوستن واقعا این شعر و موسیقی این یک شعار مردمی ماست که در همه جا همیشه شعر موسیقی صدا میدهد و معلم رندومی بوریس من مشاهده میکنم که وقتهای آخر شما بیشتر دو بیتی ها در وصف وطن میگویید و همون شکوه و شهامت و افتخار ملی در دو بیتی های شما بیشتر دیده می شود و یکی از موضوع محوری شما هم همین موضوع وطن است نه؟ بله. موضوع مرکزی اشعار من فعلا موضوع وطن قرار دارد. زیرا اگر وطن پرور باشه، وطن دار باشه، وطن دوست باشه، زندگی محض از همین چیز سر میزند و رنگین و گوارا میگردد. و این دو بیتی و رباعیات من حتی یک کتاب علاهده هم شدن و من بشود اجازه اگر باشه و من در پیشم مقصد گذاشتم که این مجموعه اشعاری که در این شکل کوچک است من الان آنقدر وطن نامه های زیادی نوشتم که من در پیشم مقصد گذاشتم که یک کتابی
خیلی مکمل‌تر. بله به نشر رسانم. در موضوع وطن دوستی من خیلی زیاد نوشتم. من گفتم که من دختر نازدانه این وطنم، پرورده آب و دانه این وطنم، هر یک گیاهش به من دوای بخشد، پیوند به دانه دانه این وطنم. سرحد مشکن که در زمین وطنم، هر حد مشکن که من امین وطنم. گویی که پسر نیم که عسکر باشم، من دختر عسکر آفرینی وطنم. پاینده بلند مان لوای تاجیک، بنما به جهان قدی رسایی تاجیک، بنما به جهان شکوه و شانی ملت، ای رمز مقدسی بقای تاجیک. تاجیک پسران شما بسا زیبایید، با حسن رسان نمونه در دنیایید، هم خانه شدن به خلق بیگانه چرا، چون ثروت ملیید حق مایید. شهد و شکرند دخترانی تاجیک، لعل و گوهرند دخترانی تاجیک، خوشروی ترین عالمند و اما زین بخبرند دخترانی تاجیک. تا کشور خویش را محافظ مانم، از خود گذرم وگرنه عاجز مانم، تا باعث ترس جمله چنگز مانم، باید که همیشگی مبارز مانم. بهترین. اصلا من به صحیفه اجتماعی شما نگریستم و به شعرهایی که مثلا در مجله ها نشر شده نگریستم. تمام موضوعاتون موضوع وطن بود. این از انگیزه از کجا پیدا شد؟ من فکر میکنم از 3 سال شما مهاجرت هم داشته. هم با تقاضای کسبی ایجادکاریم. من خیلی میخواستم که بیرون از وطن خیش رو هم ببینم، زیرا من میدانم که اگر آدم وطنش رو از دور بیند پرنورتر میبیند. یعنی که مهر وطن چون از وطن دور روی در دلت بیشتر و بیشتر جوش میزند. بله جوش میزند. و دویمش که من با یک ضرورتی که به همگان معلوم است، دخترم رو برای سفر خدمتی به سفارت تاجیکستان در کشور روسیه فرستاندند و فرزند است و من خبرگیری رفتم فرزندم رو و مدت کمی درازتر در آنجا ماندم و این سبب خود را داشت. من سر کردم یک کتابی را نوشتن که آن کتاب نیز فراهم آمده سرشار است از مهرنامه های وطن، هم نثری و هم نظمی. و به همین خاطر من مدت زیادتری در آنجا ماندم تا کتابم را به انجام رسانده باشم و خوشبختانه به این مقصدم رسیدم. من در آن دوره های دور از وطن گفتم که در ذره جان من ندای وطن است، هر ذره جان من فدای وطن است، به هیچ دریغ جان خود بخشایم، گر ذره جان من برای وطن است. ای گل وطنم گل ز گلزار تویم، پرورده لطف و مهر بسیار تویم، در دوری دور از برت فهمیدم، فرزند همیشگی وفاداری تویم. با ناز به تو ز راز دل میگویم، با ناز به تو ز ساز دل میگویم، بیگانه کجا قبول نازم بکند، با ناز به تو ز ناز دل میگویم، هر جا که روم وکیل گلهای تویم، یک ساکن و شهروندی زیبای تویم، دورم ز تو یا قرینتم در همه جا، ای گل وطنم همیشه رعنای تویم.
بهترین، سلامت باشید. خیلی زیبا بود. تشکر زیاد. خب فرصتی آن رسیده است که باز هم سرود بشنویم از جانب جمعه خان. جمعه خان برای ما چی اجرا میکنید؟ یک سرود شوخ برای مخلصان تلویزیون. بفرمایید. یک روز تو را به باغی گل ها میبرم، ای گل بسرم من باشم و عشقی تو آن باغی هرم، ای سیم ببرم یک سو تو کنی جلوه و یک سو گلی باغ، یک سو تو کنی جلوه و یک سو گلی باغ، جانم گلی داغ، جانم گلی داغ، جانم گلی داغ، جانم گلی داغ. تو خنده بلب من بوسه طلب، تو شب فیزا من شب گدا، تو عالمی ناز من غرقی نیاز، شاید به سرود رامم شوی زود، شاید به سرود رامم شوی زود، یاری خوش دیلم ارمانی دیلم، ارمان به دیلم نیست اگر در گذرم. یک روز تو را بر لبی دریا ببرم، اندر سری زانویی تو بیمانده سرم، یک روز تو را بر لبی دریا ببرم، اندر سری زانویی تو بیمانده سرم، ای عالمی ناز، ای میجه دراز، ای کبی قیرام، ای مرغ گیرام، چو ماهی پری اقلم ببری، چو ماهی پری اقلم ببری، ای عالمی سه افسون گریمه، افسانه موز افسانه کنه جان بدرم، ای جان بدرم. تشکر زیاد. خیلی سلام زیبا بود. باشید. خسته نباشید. و شما معلمه در آغاز برنامه گفتید که درباره ارزش‌های ملی بیشتر شعر میگویم و همچنین واقعه های مهمی که در کشور ما می شود شما رو بی‌طرف نمی‌کند. همیشه یک دو بیتی، یک رباعی، یک چکیده قلم شما درباره این همه واقعه های مهم برای خواننده پیشنهاد می‌گردد و منظومه‌های کلام هم نوشته. واقعا و همچنین در وصف راغون هم نوشته داشتید که یک سلسله اشعار دارم من در چون فکر میکنم که در همین حادثه های مهم بودید رفتید از با بله، چشم خود دیدید. در گردان شدن چرخه اولین راغون هم من اشتراک کردم و در گردان شدن چرخه دومش و این افتخار ملی را چون به چشم خویش دیدم من چگونه ننویسم. بله. حتما که می نویسم. خب میخونید برای ما؟ بله. راغون تو مکان امتحانی، راغون ناموس تمام تاجیکانی، راغون اثبات نما توان و زور ملت در مرکز دقت جهانی، راغون 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 تو کان نوری، راغون در دامن کوه پرغروری، راغون یک پاره آفتابی و روی نما آخر تو به ما بسا ضروری، راغون
یک شاه چراغ مرز شرقی راغون، در نور و نوای نیک غرقی راغون. از دامن رود وحش میگیری نور، هی مخزن بی بهای گنجی راغون، هی مخزن بی بهای برقی راغون. ای ننگ تگی زمینی ما راغون، آهنگ تگی زمینی ما راغون. اثبات نما به مردم سیاره، فرهنگ تگی زمینی ما راغون. ای نوری جبین تاجیکستان راغون، رخشندن نگین تاجیکستان راغون. بخشی به جهان جلاز برقی آبی، از زیر زمین تاجیکستان راغون. و مگر این افتخار ملی نیست؟ و مگر افتخار ملی از این بیشتر شده می تواند که ما نور ملی خویش را خودمان با دستان خودمان برای خود می سازیم، برای خودمان آن را میکنیم و همچنین از آن میتوانند مردمان دیگر همسایه نیز استفاده برند. و بباید پس این نوری جبین تاجیکستان و این نگین تاجیکستان یعنی راغون خویش را ما باید که حتما به جهانیان بنماییم. بهترین، سلامت باشید. آفرین، خسته نباشید. و خیلی زیبا هم شعر میخونید. تشکر. سلامت باشید و سپاس میگویم که امروز به برنامه فضا تشریف آوردید. سپاس جمعه خان که امروز با ترانه‌های زیبای خود دلی ما را شاد کردید و سپاس به کلی مطربانی که امروز در برنامه با سازهای زیبای خود نوای دلنشین برای ما هدیه کردند. و سپاس به بیننده که این برنامه را تماشا کرد. خوش آمدید و در انتها باز هم یک ترانه می شود از جانب جمعه خان در وصف وطن. البته ما از وطن گفتیم، از راغون گفتیم، از پیشروی کشور گفتیم و سپاس میکنیم به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم رحمان که برای ما جوانان امکانیت‌های خوب موندن و ما هم در این برنامه میخواستیم که یک سرودی تاجیکستان در وسط تاجیکستان. تشکر زیاد جمعه خان. شما هم چیزی گفتن دارید؟ در انتها میخواید برای بیننده ما یک پیام دیگر رو برسانید. خب شما گفتید که از وطن شما زیاد بگویید. بله، من از وطن زیاد میگویم و سرچشمه همه این گفته های من از آنجا سرچشمه میگیرد که با عزم و تلاش پیشوای ملت این گونه بلند شد لوای ملت، در سایه امن این لوا شد رعنا، یک شاعره وطن سرای ملت. خب تشکر زیاد، سپاس به شما و دوستان عزیز. همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم. به شما روزگاری خوش و تن صحت تمنا داریم. خیر، تا دیدار دیگر. دوست دارم وطنم، حسن دیلارایی تو را، گلشنی سبزی تو را، چشمم و دریایی تو را، کوه و صحرایی تو را، همه دنیایی تو را، سرمه‌ای چشم کنم خاکی سوم سایی تو را، کوه و صحرایی تو را، همه دنیایی تو را، سرمه‌ای چشم کنم خاکی سوم سایی تو را، سرمه‌ای چشم کنم خاکی سوم سایی تو را. تاجیکستانی منی، مادری جانی منی، بلبلی شادی تویم، باغ و بستانی منی،
راه برد کرد از غم بدرد اعتبارت بی فزود باز افروخ سرد اعتبارت بی فزود باز افروخ سرد دوست دارم وطنم حسنی دیلارایی تو را گلشنی سبزی تو را چشمه و دریایی تو را صلح ایجاد بیکرد ملک آباد بیکرد آر و ناموس کی داشت آریان شاد بیکرد آر و ناموس کی داشت آریان شاد بیکرد توی دارد وطنم مرهمی جان و تنم جشن زبنده توی شاد و فرخنده منم توی دارد وطنم مرهمی جان و تنم جشن زبنده توی شاد و فرخنده منم دوست دارم وطنم حسنی دیلارایی تو را گلشنی سبزی تو را چشمه و دریایی تو را گلشنی سبزی تو را چشمه و دریایی تو را